سلام دوستان، همه ما میدونیم که کاهش وزن میتونه یکی از سخت‌ترین چالش‌های زندگی باشه. راه حل بیشتر آدم‌ها رفتن پیش یک پزشک تغذیه و گرفتن یک برنامه غذایی و رژیم سفت و سخت و در کنارش انجام دادن ورزش‌های طاقت فرساست. ولی راه‌هایی وجود داره که با انجام منظم اونها میتونید به راحتی وزن کم کنید. ولی اکثر پزشکان و گولاخایی که توی باشگاه نشستن و به شما برنامه‌های تمرینی میدن دوست ندارن که شما اونها رو بدونید. ولی امروز در کانال نمای نزدیک این 12 روش رو که پایه علمی دارن و تحقیقات دانشمندان اونها رو ثابت کرده با شما در میون میذارم. 12 راز شگفت‌انگیز که شاید کمتر درباره اونها شنیده باشید. این رازها توسط دانشمندان تغذیه و پزشکان تایید شدن و به شما کمک میکنن تا بدون سختی زیاد روند لاغری خودتون رو تسریع کنید. پس با ما همراه باشید. اولی مورد، آب یخ. راز شماره 1، نوشیدن آب یخ. بله، درست شنیدید. وقتی آب یخ می نوشید بدن شما باید انرژی بیشتری رو برای گرم کردن آب تا دمای بدن مصرف کنه. این یعنی کالری سوزی بیشتر بدون هیچ زحمتی. اگرچه این اثر کوچیکه، اما در طول زمان میتونه به شما کمک کنه چربی بسوزونید. البته مصرف آب یخ به طور مداوم و مخصوصاً همراه با غذای گرم اصلاً توصیه نمیشه. اما اگر میخواید از آب یخ به منظور کاهش وزن استفاده کنید و یا اینکه مزه این نوع آب رو به آب گرم بیشتر ترجیح میدید، بهترین زمان نوشیدن اون هنگام ورزش و در روزهای گرم تابستونه. همینطور زمانی که تب دارید نوشیدن آب سرد میتونه به کاهش دمای بدنتون و دفع مریضی کمک کنه. مورد دوم، خواب کافی داشته باشید. راز شماره 2، خواب کافی. شاید باور نکنید اما کمبود خواب میتونه سطح هورمون‌های گرسنگی و استرس رو در بدن شما افزایش بده و باعث بشه بیشتر غذا بخورید. خواب کافی یعنی کمتر گرسنه باشید و به بدنتون فرصت بدید تا به درستی متابولیسم رو تنظیم کنه. با کاهش سطح استرس بدن برای مهار این هورمون نیاز به مصرف بیش از حد قند پیدا نمی‌کنه و در نتیجه احساس گرسنگی کمتر به سراغ شما میاد و در ضمن وقتی خواب کافی داشته باشید میزان زمانی که کمترین مصرف انرژی و کربوهیدرات رو دارید، یعنی زمانی که توی خواب هستید، رو بیشتر میکنید و بدن شما دیرتر این نقص رو متوجه میشه و به مغز شما هشدار میده که به قند نیاز داریم، یالا بیدار شو. مورد سوم، غذا خوردن با تمرکز. شاید بپرسید که با تمرکز غذا خوردن دیگه چیه؟ مگه میخوایم درس بخونیم؟ اما تحقیقات ثابت کرده وقتی به هر لقمه خودتون توجه کنید و از اون لذت ببرید، کمتر به پرخوری دچار میشید و بدن شما به شما میگه که باید متوقف بشید. این تکنیک به سیری بهتر و کنترل وزن کمک میکنه. شاید برای همینه که دکترها تاکید دارن که حتما تعداد قاشق‌ها و کالری‌های غذاتون رو بشمارید، چون وقتی این کار رو میکنید دیگه حواستون هست که در دام پرخوری نیفتید. مورد 4، پروتئین بیشتری مصرف کنید. راز شماره 4، پروتئین بیشتر مصرف کنید. پروتئین نه تنها به شما کمک میکنه احساس سیری بیشتری داشته باشید، بلکه متابولیسم شما را افزایش میده. بدن برای هضم پروتئین بیشتر از چربی و کربوهیدرات انرژی مصرف میکنه. پس حتما پروتئین رو در رژیم خودتون جای بدید. راز شماره 5، استراحت بعد از ورزش. شاید تصور کنید باید هر روز ورزش کنید، اما حقیقت اینه که بدن شما به استراحت هم نیاز داره تا عضلات بازسازی بشن و سطح استرس کاهش پیدا کنه و استرس هم که دشمن فیتنس و لاغر بودنه. استراحت مناسب مانع از افزایش کورتیزول، هورمونی که باعث تجمع چربی میشه، خواهد شد. مورد 6، قهوه قبل از ورزش. راز شماره 6، 1 فنجون قهوه قبل از ورزش بنوشید. کافئین میتونه انرژی و تمرکز شما را افزایش بده و به شما کمک کنه عملکرد بهتری در تمرینات داشته باشید. این یعنی چربی سوزی بیشتر و در ضمن تحقیقات ثابت کرده که نوشیدن قهوه باعث میشه که احساس گرسنگی کمتر بشه. مورد 7، مصرف چربی‌های سالم. راز شماره 7، چربی‌های سالم بخورید.
برخلاف باور عمومی همه چربی ها بد نیستند. چربی های سالم مانند امگا 3 میتونن به کاهش التهاب، افزایش چربی سوزی و کنترل قند خون کمک کنند. پس این چربی ها رو در رژیم غذایی خودتون فراموش نکنید. چربی هایی مثل چربی آبزیان، گوشت و آجیل بسیار میتونه مفید باشه. مورد 8، نقش هورمون ها. راز شماره 8، هورمون ها نقش مهمی توی کاهش وزن دارند. اگر دچار مشکلات هورمونی مانند کمکاری تیروئید یا مقاومت به انسولین هستین، کاهش وزن سخت‌تر میشه. پس بهتره به پزشک مراجعه کنید و وضعیت هورمون‌های خودتون رو بررسی کنید و اگر نیاز هست دارو مصرف کنید. شاید هورمون‌های شما نقش سرعتگیر در مسیر لاغری و فیتنس شما رو دارند و شما الکی خودتون رو سرزنش میکنید. مورد 9، نخوردن غذا در شب. راز شماره 9، از خوردن غذا در اواخر شب جداً پرهیز کنید. بدن شما در شب متابولیسم کمتری داره و کالری های اضافی رو به چربی تبدیل میکنه. سعی کنید شام رو زودتر بخورید تا بدن فرصت کافی برای سوزوندن کالری ها رو داشته باشه. مورد 10، نقش باکتری های روده رو جدی بگیرید. راز شماره 10، باکتری های روده نقش کلیدی در متابولیسم دارند. تعادل مناسب این باکتری ها به چربی سوزی و سلامت کلی بدن کمک میکنه. با مصرف مواد پروبیوتیک و فیبر کافی به روده خودتون کمک کنید تا به بهترین شکل کار کنه. مورد 11، بشقاب های کوچکتر را استفاده کنید. راز شماره 11، از بشقاب‌های کوچکتر استفاده کنید. تحقیقات نشون میده که افراد با استفاده از بشقاب‌های کوچکتر کمتر غذا میخورند ولی همچنان احساس سیری میکنند. این یک ترفند روانشناختی ساده است که میتونه کالری‌های دریافتی شما را کاهش بده. خیلی از پزشکان تغذیه تاکید دارند که با بشقاب خداحافظی کنید و فقط از پیش‌دستی‌های با سایز متوسط و کوچیک استفاده کنید. پس از همین فردا تصمیم بگیرید بشقاب‌های روزمره غذا خوردنتون رو با پیش‌دستی‌ها و حتی ظرف غذای محل کارتون رو با یه دونه کوچیک‌ترش عوض کنید. مورد 12، حذف نوشیدنی‌های بدون قند. راز شماره 12، نوشیدنی‌های بدون قند شاید به نظر سالم برسن اما میتونن باعث افزایش اشتها و تمایل به مصرف بیشتر مواد قندی بشن. به جای اونها از آب یا چای بدون قند استفاده کنید تا نتایج بهتری ببینید. خب ما به مرور 12 راز لاغری پرداختیم. رازهای لاغری بسیاری وجود دارن که ممکنه کمتر شناخته شده باشن اما با پشتوانه علمی میتونن به روند کاهش وزن شما کمک کنند. بسیاری از این روش‌ها روی تغییر سبک زندگی و توجه به جزئیات ساده توی رژیم غذایی و فعالیت بدنی شما تمرکز دارند. نکته کلیدی اینه که لاغری نباید تنها به عنوان یک هدف کوتاه مدت در نظر گرفته بشه، بلکه تغییرات در سبک زندگی و عادات روزانه باید به صورت پایدار ایجاد بشن تا نتایج دائمی و مفید حاصل بشن. حالا که این 12 راز رو میدونید وقت اونه که اونها رو توی زندگی خودتون پیاده کنید و به یاد داشته باشید که لاغری و سلامت بدن یک سفره نه یک مقصد. با تغییرات کوچیک و هوشمندانه میتونید به نتایجی که همیشه آرزوش رو داشتید دست پیدا کنید. پس از همین امروز شروع کنید. حالا که به انتهای این ویدیو رسیدیم، اگر از این ویدیو و سبک این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب داشته باشید و اون زنگوله کنارش رو هم فراموش نکنید که فشار بدید تا وقتی ویدیوهای جدید آپلود شد اول از همه به شما پیشنهاد بده. ممنون از توجهتون. تا ویدیوهای بعدی.